ما در دوران کودکی رد پای پدر و مادر و معلم هامون رو دنبال میکنیم. اغلب ما راهنمایی و حکمت آنها را درباره اینکه در مدرسه چه کلاس‌هایی را بگذرانیم قبول میکنیم. اونها در انتخاب سرگرمی‌ها، ورزش‌ها و باشگاه‌هایی که اوقات فراغت ما را پر می‌کند اثر می‌ذارند. هرچی بزرگتر میشیم، اغلب شغل و همسر خود را بر اساس ایدئال‌هایی که بزرگترهایمان ساخته‌اند انتخاب می‌کنیم. اما در چه مرحله گوش کردن به این صداهای خارجی را متوقف می‌کنیم و با راهنماهای درونی خود هماهنگ می‌شویم؟ چه زمانی تصمیم می‌گیرید که شاید مسیری که طی می‌کنیم واقعاً از آن خودمان نباشد؟ آیا این موضوع می‌تواند دلیل آن باشد که احساس می‌کنیم چیزی در زندگی ما گم شده است؟ اینها سوالاتی هستند که بیشتر از همه از آنها می‌ترسیم، زیرا آنها مستلزم آن هستند که آنچه را که به ما آموزش داده شده است زیر سوال ببریم. برای برخی افراد زیر سوال بردن آموزه‌های مقدس گناهی مرگبار است. اما اگر ابتدایی ترین باورهای خود را به چالش نکشیم، به عنوان موجودات معنوی رشد نخواهیم کرد و زندگی ما به سادگی در امتداد خطوط تعیین شده توسط والدینمان پیش خواهد رفت و ما هرگز از مرزهایی که در زمان کودکی برای ما تعیین شده‌اند فراتر نخواهیم رفت.